شوهرم ماهی گروهی یکم است. من از دهات آمدم برای آن که ناحیه باختر چون که معلوم است شرایطش وزمین بود. آمدیم به اجاره نشینی، شرایط نمیرسد، تمام قین مثال میگیریم همه کارهای زندگی شوهر من خدا نگه بین میکنه. با وجود آن سلامتی هم خوب نیست. همسرم این سیمین حامله داریشه با اپیرس تولد میکنه. همون دویمین حامله داریشته مرا هوچ و پس کرد. در وقتی او بازی دراندن جای اپیرسش هوی شید. در 8 ماهگی فرزندی ما فوت کرد، یعنی نومحل به دنیا اومد و به حد مشکل است. شرایط به نهایت وزمین است. کودک معده کوارتیر نشین اینجا دو روز مثال میگیره میستیم با خیلی چیه پرابلم میشه با میخیزونن ما نمیتونم مثال میگیریم مبلغ جدا کرد از حساب مبلغ نمیتونم ایستاده. راستی نتوانستم گاهی اجاره یعنی وای رو تیم خانه رو تیم به همین منوال راه گرفتم سوی سامانه اویله که تا که به درد من برخورن، یعنی از حال من خبر گیرن و مینداری خود را نیز به سامانه اویله میرسانم. سرشویی، لباسشویی همه مثال میگیریم چیه هسته همه و مانندی کودک همین هم خودم نگاه بین میکنم. مثال میگیرم خسرخش رو من و اونهای هم در دهات تا حد امکان نایه بختر مثال میگیریم چیه نداره، شرایط نداره. به حد زندگی زورم آمد. من خودم هم اگر صحت باشم مثال میگیرم بعد دیگه زنها کار کنم من میگم خیلی نکنم معیوبه نیکیم چیکار کنم کار کردن نمیتونم معیوبه این معیوبه که خیلی من نمیتونم دیگه. من هم گویا همچنین اینم بردم دکتر استقلال بردم عضوهای درونیش هم مرا کسل میگن. برای الله کمک میکردین و من در یک جا قریب 3 سوتیق زمین دارم. اگر علاج میشد همون از طرف یک همی صاحب کارو بگیم همین طرف شهروندای تاجیکستان با یاردم آنها کمی مبلغ گذاری کردن من همین زمین را گرفتم و دیگرش را نمیتوانم که مثال بکنم. حتی ما فوندامین خانه را بگیم زورم نمیرسه. اگر علاج میشد اگر 1 روبلی هم باشد شما مهاجرا یاردم میکردین خیلی زندگی من یعنی کاری من بود میشد. نم یک خانه این سال به همه چیزی که باشن هم یک خانه در جای خوب. زمستان سمین بلاکای بیر نهایت خونه که گرم کردنش مشکل
عذابی که همین علوی قطی گرم میکنه پیچکا تماما تاثیر نمیکنه پیچکا سویت قطی نمیشه گرم کرده پیچکا علوی رام ایراد مثلا سوزشوریش های کجا میویم و 180 سومونی ما چیکار میکنه پول سویت هم خودمون میسپره 100 سومون میشه خیلی میستون های خودمونو میسپریم در چی میکنیم نونمونو میپزیم با قیمت شدگی کیلوات که همین 100 سومون خودمون میسپره 100 سومون تو چینه تمونایی مو اینجا او بزیم کلیونکا را میپرتم اونجا کلیونکا میارم میپرتم اینجا گلچیوشا میگیرم تقاری کلان را میمانم چی میکنم خود من خواهد چون که معلوم است پم وزمینه نمیتونم حامله دارم من نمیتونم من اخیران کیس را گفتگیم ممکن نیست من که مثلا چی قوازی باید پسین ریزیم خواهد چی کنم زندگی گفته آینه را محتاج خوبی سر کند من خیلی مجبور میشم خیلی میکنم به حال آبوزش میدرانم در تقاره کلان در پیش که گرمی شده میرانم خیلی چیکار کنیم او بالای مثال میگیریم در پشتی در میشون شب گرشا که میمانمونم کخنی در پیش آبشان هم چیشه در همی خونه ببینید همی چی در نمیتونه رفت شرایطش بینید در شکشن بیرون در برواردم ماندم نمیجا میشینه مثال گرم قضای و جد چه همه چیشه همی جا میکنه نمیه کخونیه همه چیه که باشه خیلی نمی صاحب خونه نمی چیوش میبینه خیلی صاحب خانه به حق امکان یاردمون کرد مثلا تلویزر دادگ مونه مثلا دیویدی دادگ مونه اینمی شکف و ایسو خیلی امکان یاردم کرد ایسو نکن خیلی سموشا میگیره سموشا باید کتیم بچه که میشینه میجه جورانشینی از طرف ما فقط هم یک جاگه خوبیه او خیلی نمی روز خوب که برای هر نفری بود راستی بیماری من از اوکول شد از زمین سوزندارو سر زد چونکه 6 ماه بودم در حرارتی بلند تمپراتور میگن اوکول زد دکتر در رگ نروی همین خیلی فلج شد و بالای این اوکول امپنسیلین در ارگانیسم ما وای نمیشه یعنی توغری نبوده راست نمی اومده برای همون هم خشم ولی به هر حال شکرانه خدا میکنم اپا که من یک فرزند دارم اویله آباد دارم مهم برای من همین است و یک آرزوی دیگر دارم که من همین صاحب خانه شخصی هم دیگر در دل آرمان ندارم باز گفتنی هستم که از همین نفرانی که ما رو میبینن نفرانی منصبدار و صاحبکار عموما در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان علاج باشد ما رو دستگیری میکردن از حال احوال هم آمده خبر میگرفتن من بازم در آخر میگم که همین نفرایی که ما رو میبینن این کاری ما رو این سخنانی ما رو نادیده نگیرن اگر باور نکنن میتوانند به رقمای من زنگ زنن 918 55 15 85 زنگ زنن من کارتای ملی خود را دارم از تاجیکستان همین کارتای ما اگر توانند حد امکان یاردم کنن رقم های کارتای من 50 58 27 03 64 59 18 09 لفظ سوال جواب داده оила тиҷи садранги зиндагӣ ба сомонаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед.